یک زن 47 ساله از تاجیکستان که 14 سال باز تحت جستجوی بین المللی قرار داشت در شهر سنت پتربورگ روسیه دستگیر شده است. در این باره به خبرگزاری محلی 78 رو یک منبع در مقامات انتظامی پایتخت شمالی روسیه خبر داده است. به گفته او این زن را که در پتربورگ بدون ثبت نام به سر میبرد در یک منزل در بنای رقم 9 در کوچه روسانوف دستگیر کرده به پلیس آوردند. بنا به معلومات فرستاده مقامات تاجیکستان این زن به آن ایبدار می شود که سال 2007 در تاجیکستان با روی قلابی 116,000 دلار را تصرف کرده غیب زده است. از بس که او ترک کشور کرده بود وی را تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. در روزهای آخر این علاقه دومین خبر بازداشت یا استرداد شهروندان تاجیک است که با اتهام قلابی تحت جستجوی بین المللی قرار گرفتند. دادستان کل بلاروس روز 3 سپتامبر خبر داد که درخواست دادستانی کل تاجیکستان در مورد استرداد مرد سال تولدش 1978 را قانع گردانیده است. این مرد را که در تاجیکستان به قلابی به مبلغ بزرگ ایبدار می شود در فرودگاه مینسک به دست مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سپاریدند. پرونده جنایتی او را شعبه وزارت کارهای داخلی 1 نوع فردوسی شهر دوشنبه پیش میبرد. بر اساس مواد پرونده مرد با سوء استفاده باوری جبر دیده ها از ماه مارس سال 2016 تا ماه ینور سال 2019 در دوشنبه با راه ضد قانونی 49,000 دلار مبلغ پولی مردم را تصرف کرده است. از بس که او از جوابگری جنایتی فرار کرد تحت جستجو قرار داده شد. نسبتش غایبانه حکم حبس صادر شده بود. مرد از جانب مقامات میلیسای نقلیات مینسک زمانی دستگیر کرده شد که میخواست به هواپیمای مینسک کیف سوار شده به اوکراین فرار کند. تا زمان استردادش مرد در مینسک در حبس قرار داشت.